ایدال جاروبافیه. اول باید بکنیم تو ایدال ببافیم شاه. ایره بهش میگم جاروبافی. انا این کار مایه. ایره جاروبافی میگن. او کاری که میکردم او رو جارودوزی میگن. عباس علی عباسی تلگر در زمان قدیم یک قاسم یزدی بوده، کارش ای بوده که مرده. یک ماشالله کری هم بوده، مرده. یک حاج قدیری هم بوده، مرده. این برنامه به ماها رسیده. ما هم 50 سال کار ما همیه. این کار رو دوست داریم. کاری که ما الان دارم میکنم این جارودوزیه. پدرم سال 40 کارش همی بوده. قیمتاش درجه یکم 400 تومن، متوسط 250 تومن، معمولی 100 تومن. بیا خرید. با همین مرد رفتیم بیابون، روی زمین جارو خریدیم، خود ما درو میکردیم. اینا رو بستیم بار میکردیم بیاریم مشهد. که وقتی که یک بسته بستیم آمدیم بستر برداریم، دیدیم یک مار زیر همین دسته. یک خورده رفتیم عقب، این حیوانم از ما ترسید و فرار کرد، رفت او بر. جاروها چند آقا؟ جاروها فروخته شده. فروخته شده؟ اینا دسته قدیمی بافه، حالا جوونا اینا رو نمیبافن. بچسبن به کارهای تولیدی، به کارهای خوب بچسبن، کار کنن، کارش برکت داره، خوبه. اینا رو ما باید بریم از کشاورزا بخره، اینا رو درو کنیم، بسته ببندیم، بیاریم اینجا، بلکاش بکنیم، تخمشم بگیریم، شروع کنیم به بافتن. بعدش مثل الان که مدرم مدوزم به بازار بره. میلگرد داره داخلش ها. هیچ که تا حالا این کار نکرده. میلگردار بگیر، میلگرد داره داخلش ها.